اگر تازه ملکی تو دبی خریدی و نمیدونی چطوری باید ثبت رسمی مالکیت انجام بدی، این ویدیو دقیقاً برای توه. قراره خیلی سریع و ساده بگم که چطوری ملک رو توی سیستم دبی لند دیپارتمنت ثبت کنی. برای ثبت ملک در DLD این مدارک مورد نیاز: پاسپورت یا اماراتس آیدی، قرارداد خرید ملک SPA یا MOU، رسید پرداخت مبلغ کل قرارداد یا درصد لازم برای مرحله ثبت، شماره ثبت پروژه در ررا برای پروژه پیش فروش یا آف پلن و داکیومنت NOC از سازنده در صورتی که ملک پیش فروش بوده باشه. مرحله دوم مراجعه به یکی از دفاتر تراستی. در دبی برای ثبت نهایی باید به یکی از دفاتر تایید شده DLD به نام تراستی آفیس بری. اونجا همه مدارک بررسی میشه، سند مالکیت یا همون تایتل دید به اسم صادر خواهد شد. لازم نیست خودت شخصا بری. بعضی مشاورها یا حتی اپلیکیشن DLD همین کارو براتون با وکالت انجام میدن. مرحله سوم پرداخت هزینه‌های دولتی. 1. 4% از مبلغ کل ملک برای DLD، 2. 580 درهم هزینه ستون سند و 3. حدود 4000 درهم برای دفتر تراستی که البته ممکنه بر اساس ارزش ملک و موقعیتش متفاوت باشه. و در مرحله چهارم دریافت سند مالکیت. بعد از پرداخت و تایید همه چیز، سند رسمی یا همون تایتل دید رو دریافت می‌کنی، هم چاپی هم دیجیتال از طریق اپلیکیشن دبی رس یا از طریق ایمیل.